برنامه را با خبری از یک کشور دیگر آسیای مرکزی ادامه می‌دهیم. مقامات رسمی در ترکمنستان به کارمندان حکومت گفتند که نشریه‌های دولتی دارای مقاله‌ها درباره پرزیدنت و پدرش را در حاجتخانه و یا برای پیچانیدن نان و دیگر کارها استفاده نکنند وگرنه از کار رانده می‌شوند. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او پرسیدم که سبب این دستور به کارمندان اداره‌های دولتی در ترکمنستان چی هست؟ نشریه‌های سخت سانسور شده ترکمنستان خبری زیادی ندارند. از این رو مردم آنها را برای هدف‌های دیگر به کار میبرند. مثلا تا چند وقت پیش روزنامه‌های دولتی را که مندرجه‌شان فقط ستایش رئیس جمهور سردار بردیمحمدوف و پدرش قربانگلی بردیمحمدوف پرزیدنت سابق است برای دیگر کارها استفاده می‌بردند. از جمله یا اشیاء را می‌پیچاندند یا در حاجتخانه یا برای آتش افروختن استفاده می‌کردند. حالا احوال به تدریج دیگر می شود چون مقامات رسمی کارمندان دولتی را مجبور می کنند زیر سند امضا گذارند که در آن آمده است صحیفه های روزنامه و مجله های را احتیاط کنند که در آنها عکس های اعضای خانواده حاکم در ترکمنستان درج یافتند. خبری مذکور از چند کارمند دولتی در ترکمنستان به رادیو آزادی دسترس شد که خودشان این سند را امضا کردند. در ترکمنستان که رسانه‌های مستقل عموما وجود ندارند، کارمندان دولت و دانشجویان مجبور هستند به نشریه‌های دولتی عبور شوند. یکی از این کارگران دولت از ولایت بالکان با شرط پنهان داشتن نامش به رادیو آزادی گفته است که به آنها امر دادند در سال نو روزنامه‌های دولتی را برای کارهای خواجگی استفاده نبرند و آلوده نکنند. با گفته یک کارمند دیگر در ولایت مقامات اظهار کردند که برای نظارت اجرای فرمان در هر صفحه نشریه‌ها QR کد میزنند که امکان می‌دهد معلوم کنند نشریه پاره شده به کدام عبونچی تعلق. طاهر، مردم درباره این قرار چی میگویند؟ یکی از مصاحبان بخش ترکمنی رادیو آزادی در ولایت بالکان گفته است که حالا میترسند که مبادا کودکانشان در خانه به نشریه‌های دولتی دست بزنند. گفته یکی از آنها را اقتباس می‌آورم و آن هم چنین است: اگر کودک خرد عکس رئیس جمهور را پاره کند و در کوچه اندازد ما از کارمان محروم می‌شویم. اما اینجا مهم همان مسئله آزادی بیان است که در ترکمنستان وجود ندارد. این کشور در رده‌بندی سازمان‌های حامی آزادی بیان به مثل گزارشگران بدون مرز همیشه در یکی از پایین‌ترین زینه‌ها قرار دارد و از بدترین کشورها در جهان برای مطبوعات خوانده می شود. گزارشگران بدون مرز میگوید در ترکمنستان که رسانه‌های مستقل نیستند، ژورنالیسم فقط برای ستایش رژیم است. دولت به سرکوب بی‌امان دیگراندیشان ادامه می‌دهد. منتقدان آزار و اذیت می‌بینند، لطوکوب و شکنجه و حتی کشته می‌شوند. بسیاری از دیگراندیشان از ترس به خارج گریختند یا می‌گریزند. مثلا سال گذشته خدایبردی علشف، خبرنگار سابق 35 ساله رادیو آزادی، پس از بیماری طولانی درگذشت و از سبب بیماری و مرگ او را طرفدارانش فشار زیادی حکومت برای کارش می‌شمارند. تشکر از همکارم طاهر سفر که درباره هشدار مقامات ترکمنستان عاید استفاده روزنامه‌ها در کارهای خواجگی معلومات داد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی.